در دل دشت‌های سوزان آفریقا، جایی که آفتاب بیرحمانه میتابد و قانون بقا تنها فرمانروایی بیچون و چراست، او قدم میزند، آرام و سنگین و ترسناک. چشمانش پر از درد است و صورتش زخمی عمیق دارد که تا ابد با او خواهد ماند. این داستان یک شیر معمولی نیست، این افسانه شیر صورت زخمی یا اسکارفیس است، موجودی که از دل و رنج به اسطوره تبدیل شد. او در میان بوته‌زارهای ساوانا به دنیا آمد، در گروهی کوچک و ناشناخته. هنوز سوله‌ای بیش نبود که طعمه حمله یک شیر نر مهاجم شد. مادرش برای محافظت از او جنگید. اما نتوانست زنده بماند. زخمی که آن روز بر روی صورتش نشست، نه فقط گوشت صورتش را درید، بلکه تا ابد روحش را با درد آشنا کرد. توله زخمی زنده ماند، اما تنها. او ماه‌ها در سایه‌ها زندگی کرد، از لاشه‌ها تغذیه کرد، از کفتارها فرار کرد و از دیگر شیرها پنهان ماند. اما همین تنهایی او را ساخت. عضلاتش قوی‌تر شدند، غرشش خشن‌تر شد و در دلش چیزی شکل گرفت که هیچ حیوانی نمی‌توانست آن را شکست دهد. اراده‌ای برای بازگشت. حالا او دیگر یک توله ترسو نبود. شیر صورت زخمی به صحنه برگشته بود. او به قلمروهایی حمله کرد که هیچ شیر تنهایی جرأت نزدیک شدن به آنها را نداشت. شیرهای نر دیگر یکی یکی به زانو در آمدند، نه فقط به خاطر قدرتش، بلکه به خاطر آن زخم وحشتناک روی صورتش. زخم مثل یک نشان افتخار بود، یک هشدار به تمام دشمنان. شیر صورت زخمی حالا فرمانروایی منطقه‌ای وسیع از ساوانا شده بود. ماده شیرها اطرافش را پر کرده بودند و توله هایی داشت که قوی و نترس بودند. اما او مثل دیگر شیرها نبود، بی احساس و بی‌رحم و همیشه مراقب. هیچ کس نمی‌دانست شبها وقتی ماه کامل می‌شود او به کجا خیره می‌شود. شاید به گذشته‌ای که هنوز دردش را فراموش نکرده. عکاسان حیات وحش وقتی برای اولین بار او را دیدند باور نمی‌کردند زنده باشد. چهرهش مثل یک شخصیت فیلم جنگی بود، با چشمانی عمیق پر از خاطره و خشونت. تصاویرش در فضای مجازی منتشر شد و لقبش اسکارفیس یا شیر صورت زخمی را گرفت. از آن روز به بعد او دیگر یک شیر نبود، او یک افسانه بود. سالها گذشت و شیر صورت زخمی پیر شد. دندانه‌هایش کند شد و پاهایش سنگین‌تر، اما غرشش هنوز می‌توانست قلب هر دشمنی را بلرزاند. سرانجام او به آرامی از دنیا رفت، نه در جنگ، نه در خون، بلکه زیر سایه یک درخت. در حالی که باد روی یالش می‌وزید از دنیا رفت. ساوانا بی صدا گریه کرد، چون یکی از بزرگترین شیرهایی که تاریخ به خود دیده بود به خاک بازگشته بود. این داستان یک شیر افسانه بود، شیر صورت زخمی. او به ما آموخت که زخم‌ها ضعف نیستند، بلکه نشانه‌ای از بقا، قدرت و مبارزه‌اند. تو هم اگر زخمی بر دل یا جسمت داری یادت باشد شاید همان زخم تو را به یک افسانه تبدیل کند. اگر از این داستان واقعی شگفت‌انگیز لذت بردی، کانال ما را سابسکرایب کن تا با هم به دنیای شگفت‌انگیز سفر کنیم. و در کامنت ها بگو اگر جای شیر صورت زخمی بودی چطور انتقام می گرفتی. تا یک ویدیو دیگر، بدرود.